سوالی نوبتی ما دو دوش رو میبریم. دو طرف BA و DE اینها پارالل هستند. خصوصیت خطای پارالل استفاده برده میتوانیم و بیسیکتریس داشته است. این دو کنج این چه معنی دارد؟ این دو کنج با یکدیگر برابر هستند، یعنی خطی BD این بیسیکتریس است و یک کنج داشته. 155 x رو یابیم. x رو چه یافته میتونه؟ x رو اگر ما این کنج رو یافته توانیم، البته که هر سه اینها اگر جمع کنم به 360 برابر شد x رو یافته میتونه. برای این رو یافتن در این سه کنجه ما این کنج رو القیما میدونم. دو دوشته است، این 90 گرادوس است از روی دو دوشته و این کنج رو یابم. این کنج رو چه یافته میتونه؟ از روی خصوصیت های خطای پارالل. چه که ما میگیم خطای پارالل، اگر این جمع اگر ما این رو a گویم و این هم a میشه، a جمع 155 این به چی برابر است؟ از خصوصیت های خطای پارالل به 180 برابر است. و از اینجا ما a رو یافته میتونیم. این a برابری چند میشود؟ اینجا 25 میشود و این کنجه رو ما یافتیم. اینا 25 هستند، این هم 25 و اکنون سه کنجه D B C میبینیم. در این سه کنجه، این کنجه که ما y بگذار چی میشود؟ a جمع y جمع 90 در اینجا سه کنجه، سوم کنجه اون با 180 برابر است. از اینجا ما a رو میدونیم 25 است. y رو اگر یافت کنیم، y برابر چند میشه؟ 65. در اینجا ما a رو میدونم 90 تا مدل ساده کنیم، y برابر 65، یعنی اینو ما یافتیم. این باید 65 برابر است. اکنون یافتیم در اینجا کنجی پوره داریم ما. در اینجا پوره یعنی به 360 y جمع 155 جمع x باید برابر 360 باشد. y رو ما یافتیم این 65 است. 65 جمع 155 جمع x برابر 360 و از اینجا ما میدونیم که 360 نویسم. این به چی برابر میشه؟ 220 جمع x 360 و از اینجا x برابر 140 است.